به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع شومنصور با عریضه مرد 50 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه در دوام سالهای 2019 2021 برای فریب به باوریش درآمده شرطنامه دورانی بسته از او یک عدد автомاشین تمغه مرسدس بنز 350 ML با ارزش $30,000 امریکایی و یک عدد автомاشین تمغه تویوتا کارولا با ارزش $12,000 امریکایی را گرفته فروخته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما مبلغ گرفته‌اش را به منفعت خود صرف نموده به جبر دیده به مبلغ عمومی $42,000 امریکایی ضرر کلان مادی رسانیده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 35 ساله ساکن شهر ترسونزاده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 اکتبر سال 2022 با راه پنهانی به یکی از کارخانه‌های شهر مذکور درآمده از آنجا آهن‌پاره‌های گوناگون را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 6193 سامانه را تشکیل می‌دهد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.